لقد قیدن که او نیایم جدا که او نگیرم. مقامات کلاب آبی بلند آشیانه‌های مرکزی شهر را قطع کردند. ساکنان میگویند سالها باز از همین جومک نزد بینا آب میکشانند که 2 هفته باز از آن محرومند. امی آبی امی جمع نقاق نمیکردن اقلا من یک چیزی کسلی میرم سحری آب میارم 1 ساعت در خونه میگریم که آب ندارم نمیتونم آب نو بودن آب قیدی نو جای ما که من 90 سوم پنسیه میگیرم امور میتونم با این امرا 290 قرض دار بروردن این امرا نیست صبح آفه. سبب قطع آب قرضداری ساکنان است. در این بیناهای بلند آشیانه از سالهای 90 به آشیانه‌های بالا آب نمی رود. این جومک حساب کنک ندارد و هر ساکن بینا ماه 17 سومانی باید سپارد. وقتی نمیسپرد مالی خیلی گفتی هر اومدیش امی چانس میده خانه یاب شود ما امورا میبره مثل 6 سال چید ایا مردگی را چیش میگیره پولش میگرفت ایو نمروز مرده بود 1 هفته پس دکمنتوش تو بینا میکنه اما چی مرده شد همین مرده که بینا که دادم کی خطی بافو چکی بر در جای او بسپرد روز میرم این پیش همه سردار بدهی ایو دنیا سردار اول هم سردار ساکنان 3 بینای به آب مجبورند از نزد بیناهای همشفت آب کشانند که گاهی بر نافهمی همسایه ها می رسد. ساکنان هم برای همین که آب تا منزلشان نمی رود از پرداخت پول سرپیچی می کنند. نه هر گاهی مسئول آب میایم مسئول آبش نمیتونم راستی گپ برای من خودم میکشم خانواده ای گردن ماندیم همه چی ماندگیم من خودم شخصا ایمی آب کشی با کسل دل زدگیم برای ما خیلی خواهش میکنیم که آبی ما را روی کنن چی کنن که ما فقط با چرم آب میکشیم نه کانالیزاسیا ما پسیدگی نداریم کانالیزاسیا هم کانالیزاسیا را فقط با آب کشیده ما چی میکنیم. پیش هم رئیسی بعد کنار رفتیم او که نمی قرضداریم 25000 یک نمیست دومی 11 قرضداره میگه که اقلا 10000 شب بسپرین این خودشون 20 سم نمیتونه 10000 اینجا میتونی. در اداره آب و کاریزی شهر کلاب بر رادیوی آزادی گفتند که قرض 3 بینای بلند آشیانه محله شمس‌الدین شاهین به 80000 سومانی رسیده است. مقامات میگویند اگر آنها نصف قرضشان را سپارد آب را میدهند.